در دنیا خیانت چی عواقب داره و در آخرت انسانهای خائن به چی حالت قرار داره. انسان خیانتکار گناهکار هست و خیانت از جمله گناهان کبیره هست. گناه کبیره چیست؟ هر گناهی که برایش وعید جهنم آمده بود، هر گناهی که در او لعنت آمده بود، هر گناهی که الله سبحانه و تعالی برایش عذاب تعیین کرده بود، این گناه کبیره هست. از جمله گناهان کبیره یک خیانت هست. الله سبحانه و تعالی میفرمایه، میگه در کنار خائن قرار نگیر، با خائن همکاری نکن، در کنار خائن نباش، به خاطر اینکه خائن الله دوست نداره. ان الله لا یحب، الله دوست نمی دارد من کان، کسی که باشه خوان یعنی چی؟ یعنی خیانتگر، کسی که خیانت میکنه، کسی که خیانت پیشه هست، این را دوست نداره الله و تو هم ای مسلمان در کنارش و حامیش و پشتیبانش نباش. در روز قیامت الله سبحانه و تعالی انسان خائن، انسانی که خیانت کرده، او به صحرای محشر حاضر میکنه با یک پرچمی لواء عند استه یوم القیامه. این لوا حالا مثلا این جای فتح میشه، پیروزی میشه، کسی که به یک سرفرازی و سربلندی میرسه، لوا پیشا پیش حرکت میکنه، پیشا پیش لشکر، پیشا پیش اشخاص، لوا در حرکت هست. در روز قیامت که روزیه که از آدم تا خاتم همه انسانها جمع هستن، افرادی و گروهی الله سبحانه و تعالی میاره لوای اینا پشت سر اینایه. هر کس سوال میکنه که این کیست؟ اینها چی کسانی هستن؟ الله سبحانه و تعالی میگه اینها خائنینی هستند که برای مردم خود و به زیر دستان خود خیانت کردند. خائنی که امروز نمیخواه رسوا بشه، خائنی که امروز خیانت خود را میپوشانه، خائنی که امروز نمیخواه خیانتش پیش فرزند و زن و خانواده اش افشا بشه، خائنی که امروز نمیخواه پیش همسایه خود، همجوار خود بالآخره رسوا بشه. آیا میدانه که رسوایی روز قیامت پیش آدم تا خاتم، پیش انبیاء علیهم السلام، نزد اولیای خدا، همه بندگان خدا این انسان رسوا می شود؟ خیلی مهمه. ما از رسوایی در خانواده می ترسیم، رسوایی در محل و منطقه می ترسیم، رسوایی در شهر و دیار خود می ترسیم که رسوا نشیم. اما در حشر روز قیامت چقدر سخته. نبی مکرم اسلام می فرمایند در روز قیامت آنهایی که خیانت کردند با لوا، با پرچم مشخص حاضر می شوند. یرفع له بقدر چی؟ بقدر غدره، بلند میشه این پرچم به اندازه خیانتش، به اندازه خیانت بزرگی بود، پرچم بالا میره، تعداد کثیری از انسانها در حشر او را میبینند. اگر خیانتش زیاد بود همه متوجه میشن، اگر خیانتش کمتر بود بالآخره به همان اندازه خیانتش. و بعد رسول معظم اسلام میفرمایند الا ولا غادر اعظم غدرا من امیر عام. بزرگترین خائن و بزرگترین خیانتگر کیست؟ کسی که مسئولیت مردم را به دوش داره، کسی که مسئولیت مردم را به دوش داره. چقدر انسانها جان میدن تا پادشاه بشن، اما از این بیخبرن که هر قدر مسئولیت بیشتر شد پرسانش در روز قیامت بیشتر.